40 کشور که در لیست ترین‌های جهان قرار گرفتند. همه کشورهای مختلف موجود بر روی کره خاکی دارای رکوردها یا افتخارات خاصی هستند که نامشون همراه با اونها در جهان می‌درخشه. کشورهایی که مردم اونها رو با کلمه بزرگترین‌ها، بیشترین‌ها، بهترین‌ها در زمینه‌های مختلف میشناسند. اینجا مورین وکوسه و می‌خوایم 40 کشور رو به شما معرفی کنیم که رکورد جالبی دارن. ممنون که با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت میکنین. لطفاً اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرین. در این برنامه میخوایم 40 کشور رو بهتون معرفی کنیم که ترین‌های دنیا رو به خودشون اختصاص دادن. چین، بزرگترین تولید کننده برنج در جهان. هند، بزرگترین تولید کننده شیر در جهان. ایالات متحده، بیشترین تعداد مهاجر در جهان. اندونزی، بیشترین تعداد گونه‌های پستانداران. برزیل، بزرگترین تولید کننده قهوه در جهان. شاید براتون جالب باشه اگه بدونین پاکستان بیشتر از 80% توپ‌های مورد استفاده در فوتبال حرفه‌ای رو تامین میکنه. نیجریه بهترین عملکرد رو در جام ملت‌های فیفا در زیر 17 سال داره. روسیه در حال حاضر بالاترین رتبه را در شطرنج مردان داره. مکزیک بزرگترین تولید کننده نقره در جهان رو داره. بنگلادش بزرگترین دلتای خانگی در جهان رو داره. ژاپن بهترین عملکرد رو در مسابقات جهانی تکواندو داره. فیلیپین بهترین عملکرد در جام جهانی شنا. اتیوپی اولین زادگاه انسانه، در واقع 195,000 سال پیش. در مورد مصر میتونیم بگیم که مصری‌های باستان اولین کسانی بودند که تقویم 365 روز رو به 12 ماه تقسیم کردند. ویتنام بلندترین غار جهان رو داره. آلمان بزرگترین تولید کننده و صادر کننده ناخالصی در جهانه. ترکیه کشوریه که بالاترین جمعیت پناهنده رو در جهان داره و از اون میزبانی میکنه. ایتالیا بزرگترین پخش تلویزیونی داره. بد نیست بدونید تقویم کشور ایران دقیق ترین تقویمی هست که مورد استفاده قرار میگیره. فرانسه بزرگترین تولید کننده عطر رو در جهان داره. ایتالیا بالاترین تعداد سایت رو در جهان داره. آفریقای جنوبی تنها کشوری در جهان هست که به صورت داوطلبانه خودش رو از مسائل مربوط به تسهیلات هسته‌ای رها کرده. میانمار بزرگترین کتاب در جهان رو داره که درون یک سنگ قرار گرفته. این کتاب 732,460 صفحه داره. تانزانیا طولانی ترین و بلندترین کوه آزاد در جهان رو داره، یعنی کوه کلیمانجارو. کلمبیا طولانی ترین جشنواره فیلم در جهان رو داره. آرژانتین بهترین عملکرد در مسابقات جهانی پولو رو داره. اسپانیا کشوری هست که بهترین عملکرد در مسابقات جهانی قهرمانی هاکی رو داره. کره جنوبی کشوری هست که بالاترین تعداد ثبت اختراع در جهان رو به خودش اختصاص داده. ازبکستان بزرگترین معدن طلای جهان رو داره. کشور عراق هم اولین جایی بود که در اون سیستم نوشتن و ثبت خاطرات و تاریخ انجام شد. اوکراین کشوری هست که عمیق‌ترین و با کیفیت‌ترین ایستگاه مترو زیرزمینی رو با ارتفاع 105 متر زیر زمین به خودش اختصاص داده. الجزایر بزرگترین صادرکننده بوتان در جهانه که در سیلندرهای LPG مورد استفاده قرار میگیره. عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهانه. کانادا بهترین عملکرد رو در بازی‌های هاکی روی یخ در المپیک زمستانی داره. مراکش کشوری هست که بیش از 75% از ذخایر فسفر جهان در این کشور واقع شده. مالزی کشوری هست که بزرگترین غارها در این کشور قرار گرفته. نیکولاس کوپرنیک یک اخترشناس لهستانی هست که درباره اینکه خورشید به جای زمین در مرکز جهان قرار گرفته به عنوان اولین نفر مطالبی رو ارائه داد. دیوید رودیشا از کشور کنیا دارای بیشترین رکورد جهانی در ورزش‌های سبکه. ممنون که تا پایان برنامه همراه ما بودین. لطفاً با لایک، سابسکرایب و نظراتتون از ما حمایت کنین. اون زنگوله رو هم فشار بدین تا در جریان برنامه‌های بعدی ما قرار بگیرید.
روز و روزگار به کامتون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.